کدام عملها و یا خطاگی ها می توانند که در تربیه کودک تاثیر منفی رسانند، هم از جانب پدر و هم از جانب مادر؟ از جهت روانی یک چند سبب ها را گفته ممکن است. یکمش این کم وقت جدا کردن با فرزند. در زمان امروزه ما درک میکنیم که باید اویله را تامین کردن لازم، لیکن یک خطاگی است که در جامعه ما پدر تامین کننده، مادر تربیه کننده، همین دو نقش به جدا شدگی هستند و فقط مادر با فرزند مشغول است، پدر فقط نقش تامین کننده را اجرا میکند. در این مورد از طرف پدر به فرزند خیلی وقت کم جدا کرده میشد. از طرف مادرم بسیار مورد مادرانی هستند که هم فعالیت کاری دارند، هم با کارهای خانه برداشت آنها است. از همین لحاظ بسیار مورد یکم سبب به فرزندان خود وقتی کم جدا میکنند. دوم، فرزندان خود را با دیگران مقایسه کردن. اکا اپا فرزندی همسایه، یگان فرزند خویش و تبا که خیلی به فرزند تاثیر منفی میرساند. سوم حالت ما دیده میتوانیم که با فرزندان خود همه طلبات های آنها را اویج خریدن تحفه های گرانبها، یعنی که قانع میگردانند. اگر اون وقتی که برای فرزند جدا نکردن، بسیار وقت پدر مادران با خریدن لباس یا که با خریدن چیزهای گرانبها همون اون وظیفه مسئولیت رو برداشت همون تحفه ها میگذارند. این هم خیلی خطاگی که سخت است. بعد دیگرش اوید به حالت اموشنالی فرزندان نپرسیدن. در بسیار مورد ما با فرزندان میگیم تو برای چی خفه میشوی؟ تو باید خفه نشوی. من مادر هستم، من پدر هستم، من همین گونه میگویم، تو باید از من نرنجی. این گونه نه. ما باید از فرزند بپرسیم که کدام سخنیم، از کدام سخنی من تو رنجیدی؟ کدام سخنی من تو را رنجاند و برای چی؟ بیایید همین چه صحبت کنیم، نه اینکه امروز حسیات های فرزند را نادیده گرفتن. چون که اگر همین گونه خطاگی ها در اویله باشد، فرزندان خود را ترک شده حس میکنند، خود را در زندگی تنها حس میکنند و در همین حالت در فرزندان ما رفتارهای منفی زیاد شدنش خیلی و خیلی فایزش بلند است.